آقا خیلی چاکریم. سنتسم، امیدوارم که حالتون گود باشه. در خدمتتون هستیم با ترک معلق از سینا سایی بزرگ و یکی از مورد علاقه های من، فارسیشو بگم، یکی از فیوریت های من، واقعا خیلی دوستش دارم، یعنی جزء تاپ 10 من. سینا سایی. بریم ببینیم که چه کرده. این آهنگ 4-5 روز پیش ریلیز شده، ولی خب دیگه در جریان هستید دیگه، انقدر که حملات شدید بود از نسل یکی ها و نسل 4 دیگه ما فرصت نکردیم که ریاکشن این کارو بریم. خیلی ممنون که ما رو سابسکرایب میکنید. اگر لطف میکنید سابسکرایب میکنید، لطفاً کامنت بذارید و لایک کنید، به خاطر اینکه ثباتتون ثبت نمیشه. بریم ببینیم که چی کار کرده. خیلی مشتاقم. بودن نبودن یک جا زبدو بودن نبودن من از چه سالی اینجا، اسممو بهم کی داد، دنیا هنوز زیباست، من خوابم بیا بیدار، رویام منو ساخت تا چی گفت اینجا؟ یه مقدار میکس و مستر انگار یا مشکل از منه. من از چه سالی اینجا، اسممو بهم کی داد، دنیا هنوز زیباست، من خوابم بیا بیدار، رویام منو ساخت تا کجا منو برد، خودمو پیدا کردم یا حاج باجا. یه دنیا هنوز زیباست. درسته دنیا هنوز قشنگی های خودشو داره. خب از این جملات تکراری بگم ای وای، ولی زمانی قشنگ میشه که تو به هدفات برسی دیگه. الان اینم همینو داره میگه. این مثلا به رویاش رسیده و داره خیلی فعالیت میکنه تو زمینه هنری. نمیدونم چرا حالا رفته سمت تئاتر، من میبینم بعضی پستاشو. کلا انگیزشیه فکر میکنم ترک. من از این چرخ زدم دنبال جوابم، سرم گیج میره ولی کجا بشم واقعا، اسم یاد تو سینم شاید چون که زندم باور سخته. خیلی وایب خوبی داره، خیلی وایب خوبی داره وجدانن. اسم یاد تو سینم شاید چون که زندم باور سخته، شک و حفظم من و زندگی به هم، هر دو به کاریم افتادم به جونم، تجربه یه بازی هنوز مثل بچگی، باید از خودت بسازی ولی مثل بچگی، تجربه یه بازی هنوز مثل بچگی، باید از خودت بسازی ولی مثل بچگی، میشه دست و دلت راضی. متوجه نمیشم چرا اینجا شد. کاری افتادم به جونم، تجربه یه بازی هنوز مثل بچگی، باید از خودت بسازی ولی مثل بچگی، میشه دست و دلت راضی. انگار میگه اگه هنوز مثل بچگی امید داری، همچین چیزی شنیدم. میکس و مستر کار خیلی بده به نظر من، یا تم کار این شکلیه، کلا فرم کار این شکلیه که باید اینجوری باشه، ولی خب نمیدونم. که هستم لای اصل و نیست و پلکای بستم، شاعرم کنین تو این گرداب حفرم، ما که غرق شدیم پس پلکای بستم، شاعرم کنین به مرگ فکر میکنم ازش نمیترسم. این خیلی مهمه آقا، واقعا فکر به مرگ بعضی موقع خیلی ترس شدیدی تو دل آدم میندازه. من خودم چند ماهی درگیرش بودم. سعی کنید که بهش فکر نکنید. اگرم نه اینکه فکر نکنید، فکر کنید ولی خب ازش نترسید، چون توهمش واقعا مدت‌ها روتون میمونه و اصلا بد اذیتتون میکنه. یعنی به جایی میرسه که یه لیوان آب میخورید یا مثلا یه ذره غذا هم میخورید، بازم میگید آقا الان اینو من خوردم امکان داره بمیرم. یعنی تا این حد پیش میره. یه جمله است میگه میخوای بترسی بترس ولی شجاع باش. جل همیشه هست بروش کمر نمیبندم، زندگی یه قانه من مسخ این لحظم، سعی میکنم برقصم اگر نمیفهمم اینم یادت نره، بگو خودت به مرتب خونه من کجاست، یه کره معلق تقلا کن. فکر کنم کلن بالاست.
میگه با شرایطی که بعدی که مثلا هستش بازم سعی میکنم برقصم. خونه من روی کره ماهه، یه انگیزشی مدل نوعه مدرنه. گرفتار میشم پس رها شدم و داد بهم خاصیت. جنگ من جنگ اراده و تردید، چشای تو ترسید وقتی چرا روشن دید. حسار تو کندی وجدان تو چربید، شرف یاب شدی وقتی که راه تو رفتی. انگار که هستم لایه از تو نیست و پرکای بستم شاعرم کنیم تو این گرداب هفت رنگ ما که به به. با این حال که خیلی کم و بیش متوجه میشم که چی میگه، خب نمیدونم اگه ایراد از من نیستش خب، ولی فکر میکنم که به میکس و مستر کار رپ داره. خیلی پایین خونده، بعد صدای بیت نمیذاره، واقعا نمیذاره بفهمی چی میگه، مگر این حالا نمیدونم. ولی قبلا که مشکلی نداشتم، کامل متوجه میشدم، تجهیزات مشکلی نداره، اینو میدونم، چک کردم. ولی خب مثل این که کلا بیت نمیذاره متوجه بشی که چی میگه دقیقاً. ولی کل کار اصلا همین مدلی بود دیگه. پرکای بستم شاعرم کنیم تو این گرداب هفت رنگ ما که غرق شدیم. پس پرکای بستم شاعرم کنیم. به هر حال نقطه سقل زمان کش میاد همش، شادی همیشگی نیست میاد بی اختیارم مشک. میکوبم میسازم و میشن تکنیکام بس. مثل من تنها خیلی آدم هست به این دیوونگی مثل من تنها خیلی آدم هست. تنهایی خوبه ولی زیاد کشش ندید. منظور از زیاد اینه که مثلا چند سال بعد دیگه باعث میشه غرق بشید. تنهایی خوبه توی تایمی که منظور این رابطه نیست، رابطه عاشقانه نیست، تنهایی کلن مثلا دوست معمولی، دوست رفیق، اینا هم میشه خب. یا خانواده رو مثلا ترک بکنی و اینجور صحبت ها. سعی بکنید که تا یه حدی که مثلا تا یه دوره‌ای که آقا میخوای به یه هدف مثلا کوتاه مدت داری یا بلند مدت داری، سعی کنید توی اون فاصله زمانی تنها بمونید. بیشتر از اون دیگه غرقتون میکنه، واقعا خیلی وحشتناکه. ترس واقعی اونجاست. میده قلبم آبوتا پام رو زمینه مغزم ناکجاست. میساز راه خطرناک شجاع دور نمیشم من از راکوردار. آینه منو دید خوب شناختم بی توجه بود روم حساب کرد تا به ته رسیدم از اول ساختم از اول. دیدی بعضی وقت میری تو آینه خودتو نگاه میکنی میگه آینه منو دید خوب شناختم. خب اگر درست شنیده باشم، تو آینه نگاه میکنی انگار که واقعا بیشتر خودتو میشناسی. مخصوصا اگه یه هدفی داشته باشی که داری براش تلاش میکنی، مثلا تو آینه که نگاه میکنی بیشتر به خودت باور میکنی. آینه کلن بعضی وقتا معجزه میکنه. خوبه تو آینه نگاه کردن. توی آینه به خودتون نگاه کنید، خب به هدفاتون فکر کنید یا اصلا با خودتون صحبت کنید. زیادم نکنید، توهمزایه، ولی کلن خیلی کمک میکنه. ساختم تا به ته رسیدم احتمالش بالاست فاز بعد بگیرم هم گرفتم آخه بچه نیستم. سرم گرمه دائما که میرم چشم بسته حاضرم ببینم. انگار که هستم لایه از تو نیست و پرکای بستم شاعرم کنین تو این گرداب هفت رنگ ما که غرق شدیم. پس پرکای بستم شاعرم کنین. انگار که هستم لایه از تو نیست و پلکای بستم شاعرم کنین تو این گرداب. میگه اگه میگه پلکای بستم شاعرم کنید یا پلکای مستم شاعرم کنید، تکستم ننوشته که. حداقل اگه یه لیریک داشت آدم بیشتر متوجه میشد. اگه مثلا اکولایزری بود که حالا تکسی می اومد و اینا، خیلی بهتر میشد متوجه بشی چی میگه. ولی اکثر ایده ها
طبق این مصرعی که گفت اکثر ایده ها، اکثر کارهایی که میخوای انجام بدی، اکثر نقشه هایی که به ذهنت میرسه، اگر مثلا رپری اکثر تکستا، اگر آهنگسازی نوت ها، اگر نمیدونم کارگردانی شاتایی که مثلا خلاقانه به ذهنت میرسه، همشون با پلکای بسته این اتفاق میفته. مخصوصا شب چشاتو که میبندی کلا اینطوری میریزه تو ذهنت، حمله ور میشه. ما که غرق شدیم پس پلکای بستن شاعرم کنیم. جالی ولی دیگه برای من مرزی نداره. چی دیگه برای مرزی نداره؟ شاعرم کنیم. جالی ولی دیگه برای من مرزی نداره. امیدوارم یه روز تو هم بیای تو. میگه امیدوارم یه روزم تو هم بیای توی این قضیه که مثلا تلاش بکنی هیچی برات، نه اینکه هیچی برات اهمیت نداشته باشه، مثل یه چیزایی مثل حرف مردم و نمیدونم سختی های کار و اینکه مثلا توی بدترین شرایط بتونی روحیت رو حفظ بکنی، روانت رو حفظ بکنی، اینا که باعث بشه پیشرفت بکنی. میگه امیدوارم تو هم یه روزی این اتفاق برات بیفته، مثل من اینا رو مثلا انجام بدی تا به رویایی که میخوای برسی. گفتم ترک انگیزشیه، وایب خوبی داشت ولی میکس و مستر بدی داشت. نمیدونم، شاید هم اشکال از تجهیزات منه که معلوم نمیکنه، چون من قبلا مشکلی نداشتم. حالا این مخصوصا این مدت که تقریبا 10 تا ویدیوی ریاکشن بود از 10 تا ترک مختلف، من مشکلی نداشتم. میکس و مستر کار بعد متوجه نمیشم دقیقاً چی میگه، نه لیریکی هست، نه تکستی هست، نه اکولایزری هست که بتونیم بخونیم متوجه بشیم که چی میگه. شاید هم یک سبک جدید باشه، احتمال داره یه سبک جدید باشه، چون این مدلی من ورژن مثلا خارجیشو شنیدم. خب حالا نمیدونم اکی اتفاقی شنیدم، زیادم شنیدم داخل اینستا، یوتیوب، اینا زمزمه طوره، اون وایب مهمه بیشتر. خب مثلا تو ماشین چیل میکنن و این سبکو داره، اینکه مثلا ریلکس کنی، زیاد اون وکال نره تو مخت، وایب موزیک و یه زمزمه‌ای که حالا مثلا باشه بیشتر اون مهمه احساس میکنم. وگرنه خب هممون اینو میدونیم که سینا سایی کارش درست و مطمئنم که از قصد این کارو کرده و هدف داره. خیلی لذت بردیم، دمتون گرم که ما رو تا اینجای ویدیو همراهی کردین، خیلی عشقین. یادتون نره که ما رو حتما سابسکرایب کنید، اگر لطف میکنید سابسکرایب میکنید، کامنت بذارید و لایک کنید که سابا ثبت بشن. خیلی چاکریم، تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.